سلام علیکم، چطورین؟ من مانیم و خوش اومدید به دومین ویدیو این چنل. همونجوری که میدونید بازی‌های جام جهانی شروع شده بعد از 4 سال و یه ویدیو خفن میخوایم بگیریم. میخوایم ببینیم که یه آدم چقدر میتونه بیدار بمونه و بازی‌های جام جهانی نگاه کنه. همونجوری که میدونید بازی‌ها ساعت 4:30 صبح، 7:30 صبح، 6:30، 1:30 همین حدودای و مثلا 4 عصر ما نیست که بریم بشینیم بازی‌ها رو راحت ببینیم. و اینکه در این ویدیو عملا دو تا چالش، یکی این که ببینیم آدم چقدر میتونه بدون خوابیدن دووم بیاره. مثلا اینجوریه که بازی‌ها رو میبینیم بعدش نمیتونیم بریم بخوابیم، باید کلا بیدار. همونجوری که میدونید امشب بازی ایران و نیوزلند ساعت 4:30 صبح. خب آقا، حالا تایم تا شب زیاده، بریم یکم در حد یه دست بازی بکنیم. مافیا نشون بده بهترین بازیکن مافیای ایران کیه. خب بچه، قرعه مرگ بهش افتاد چون آرا برابر بودن و متاسفانه فوت کرد. بعد چندین وقت اولین کامنتمو گرفتم، خیلی حال میده. ببین 2 تا کامنت گذاشته بودن بچه‌ها، دوست خودم بودن، ولی اینو من نمیشناختم و از تو ساجستا یوتیوب ویدیو رو دیده بود. خیلی داره حال میده، خیلی داره حال میده واقعا. با یه کامنت آقا خیلی میتونید حال یکی رو خوب کنید، خیلی میتونید به یکی انرژی بدید. تو رو خدا دریغ نکنید. 4 سال بود کامنت نگرفته بودم. بازی شروع شد آقا. اسپانیا و عربستان کی بازی داشت الان؟ اسپانیا اون تیمه که نمیشناختیم. آره الان ساعت 7:30 و بازیشون شروع شد. ما استارت چالش رو میذاریم از ساعت 7:30. خلاصه بچه اینو داشتم بهتون میگفتم، اگه میتونید کامنتی برای یکی بذارید، یه کمکی به یکی بکنید، دریغ نکنید. واقعا به خدا قسم 2 برابرش برای خودتون برمیگرده. ببینیم از ساعت 7:30 یه پروفیلا درست کردم، فقط حجم فلفل سیاه رو نگاه، خیلی تند شد. ما هم همینجوری بشه. نزدیک بازی بلژیک و مصر شدیم، ساعت 10:20 است و بریم ببینیم که بلژیک و مصر چند میشه. به نظر من 1-0 میزنه بلژیک. بازی بلژیک و مصر تموم شد 1-1 آخر. بهترین نتیجه برای ایران شد و ساعت چنده؟ این ور گوشی ساعت 1:36 است، معلوم نمیشه. و الان اومدم یه قهوه درست کنم، بعد بشینیم پای فوتبال اوروگوئه و عربستان. ولی با این وضع بازی بلژیک و مصر واقعا فکر نمی کنم صعود کنیم، چون واقعا سخت میشه. واقعا بازی قشنگی بود، یکی از قشنگترین بازی‌های جام جهانی بود از وقتی که جام جهانی شروع شده. یه نکته بعدی که داره اینه که مثلا بعد بازی ایران نیوزلند دیگه فوتبال نیست تا فردا شب. برای همین تو این بینم من نمیتونم بخوابم، یکم حالمو داره میگیره. خب ساعت 3:10 شد، بازی هم دقیقه 73. این بین اومدم من یوتیوب ویدیو آنباکس PS5 پدر یوتیوب فارسی آریکیوکسه رو دارم میبینم، چون یه 3-4 روز دیگه میخوام PS5 بگیرم. سر همین گفتم بیام آنباکسش رو ببینم. ویدیو در این بین گفتم این نکته‌ای هم بگم، من اینجا زده تلویزیون به خاطر اینکه من شبکه 3 نمیومد، برای همین مجبور شدم از از کروم تلویزیون استفاده کنم. چرا کار نمیکنه؟ مجبور شدم از کروم استفاده کنم و دارم لایو میبینم. خب رسیدیم به 1 رو قبل بازی، الان 4:15 به نه وضعیت هواه
اینم پیش بازیه. 10 دقیقه دیگه بازی شروع میشه. در این فلافل هم سرخ شد. عجب بازی بود نیمه اول، واقعا بازی قشنگ و مهیجی بود. یه گل دقیقه 6 خورد ایران که واقعا گل عجیبی بود، ولی خب بعدش شامل رضاییان زد. هم الان هم نیمه دوم شروع شده. همه یا جا موندن یا ولن. 2-2 یکی دیگه میزنه ایران. نشد، واقعا نشد و الان آدم قدر اون موقعیتایی که خراب شد و میدونه. یه دونه طارمی زد تو تیر و الان 2-2 مساوی شد بازی و 10 ثانیه مونده تا سوت پایان. باید میبرد ایران اینو. خب ساعت 7:30 7:29 دقیقه است و اینکه دقیقا هم الان 12 ساعت از شروع چالشمون گذشت. 7:30 شروع کردیم، 7:30 عصر شروع کردیم، 7:30 صبح. 12 ساعت گذشت. یکم چشم سنگین شده ولی میخوام برم بشینم زبان بخونم. آقای ارادت خدمت همه. دوباره الان ساعت 8:35 دقیقه است و اینجوری که داره پیش میره 2-3 روز میتونم این چالشو بدون خوابیدن پیش برم. الان اوکی هم، یه مقداری انرژیم پایینه ولی خب اونجوری نیست که چالشو لغو کنم و این داستانا. خیلی اوکی هم به نظر. مثلا تا فردا همین موقع هم همینجوری میمونم. فعلا اصلا احتیاج به خواب ندارم، با اینکه حتی مثلا این چند روزه هم دیر خوابیدم و ممکنه کمبود خواب داشته باشم، ولی خب الان خیلی اوکی هم آقا. واقعا حرفمو پس میگیرم. اون ساعت 11:08 دقیقه است و واقعا دیگه خوابم میاد. دراز کشیده بودم داشتم یوتیوب میدیدم و یعنی یه دقیقه اصلا چشم سنگین شد. همون پا شدم دکمه رکورد زدم. باید یه کاری کنم این خستگیه بره. واقعا خیلی دیگه مونده. کاهش شدید تمرکز و توجه، کند شدن واکنش‌ها، اختلال در حافظه کوتاه‌مدت، دشواری در تصمیم گیری، مشکل در صحبت کردن، خستگی شدید و احساس فرسودگی، لرزش دست‌ها، سردرد، سرگیجه و عدم تعادل، تاری دید یا دوبینی و ضعف سیستم ایمنی از مضرات 3 روز نخوابیدنه و ما یه روزشو تونستیم تقریبا پشت سر بذاریم و از همه این علائمی که اینجا هست من خستگیشو دارم. واقعا آدم صبح بیدار میشه یه مثلا حالی داره، یه حسی داره. من واقعا خیلی خستم و حس میکنم مثلا جون نیست توی بدنم، ولی خب هم با همه اینا سعی میکنم انرژیمو بالا نگه دارم، مثلا بلند صحبت کنم، یه تحرکی داشته باشم که انرژیم بره بالا. ساعت 11:48 دقیقه است. الان تصمیم گرفتم فیلم‌های دوربین رو بریزم تو گوشیمو بشینم ادیت کنم تا اینجایی که رکورد کردم که یکم سرگرم بشم و در حد فکر کنم 1-2 ساعت سرگرمم کنه تا بعدش بریم نهار رو. اونجا نهار سخت میشه. بریم فعلا. سلام از 2:05 دقیقه. واقعا اصلا جون ندارم اصلا. ادیتم نتونستم درست حسابی بکنم چون واقعا خستم. 17 ساعت گذشته. یکم با این بیاییم بالا بلکه خوابه بپره. خب آقا اومدم یه آپدیتی بهتون بدم. ساعت 3:34 دقیقه است و همه چی فعلا خوبه. یکم خستم، یکم هم بیشتر خستم، ولی خب اون علائمی که چت جی پی تی میگفت نمیدونم کم شدن حافظه کوتاه مدت و نمیدونم ضعف در صحبت کردن و این داستانا رو ندارم. فقط یه حجم زیادی خستم، جون نیست تو تنم انگار. واقعا خستم.
ادیت این ویدیویی که الان دارید میبینید و نصفه کردم، یه در حد 5-6 دقیقهش مونده، به جز اینه که این الان دارم میگیرم. البته 5-6 دقیقهش مونده و ببینیم چی میشه دیگه. فعلا مشکلی ندارم، فعلا میتونم ادامه بدم. امروزم 4:30 صبح آرژانتین بازی داره، اونم حتما میخوام ببینم. تا الان از 7:30 عصر شروع کردم، الان 3:34 دقیقه است. آقا ساعت 5 شد. چقدر خوشگله آجی. اینم داریم و بریم، باید بشینم تاریخ هنر بخونم و امتحانات نهایی هم از 13 تیر شروع میشه، بشینم یکم دینی هم بخونم. فعلا به هیچ عنوان خوابم نمیاد، حتی اون خستگی که میگفتم آنچنان دیگه خودشو نشون نمیده. دوباره برگشتیم 18:20 از ساعت. حرکاتو کششی کردم، خیلی حالم خوبه. اوکی هیچ مشکلی ندارم، بازی خوبه. این 1-2 روزه و فکر کنم 1-2 روز دیگه هم بتونم بدون نخوابیدن باش. خب ساعت شد 20:16 و ما 24 ساعت رو زدیم و الان 25 ساعته که نخوابیدم بدون ذره چشم رو هم گذاشتن و اینا، و الان انرژیم خوبه، حتی هیچ ایرادی ندارم، کاملا اوکی ام و واقعا همیشه اوکی 25 ساعت. ولی خب از این 25 ساعت به بعد 4 ساعت این حدودا درس خوندم، تایمر نزدم برخلاف همیشه. ولی خب الان انرژیم اوکی، مشکلی هم ندارم. شبم یه قهوه باید بخورم، حتی شاید 2 تا قهوه باید بخورم تا بریم برای ادامهش، چون تا الانش میشد ولی خب از ادامهش به بعد دیگه واقعا سخت. کارو ببین آقا، فقط یه ایرادی داره. سزار درست کردم، فیله و کاهو، این سیب زمینی هم برای بعدشه. نون توست نداشتیم، نون سنگک سرخ کردم. 10 دقیقه دیگه بازی شروع میشه، میشینیم پای بازی. باهوش به توپ ضربه زد. امیدوارم یکم بازی قشنگ شه. چه گلی هم زدن با از پشت 18. بریم یه قهوه درست کنیم. خب بازی دقیقه 45 و نیمه اولش داره تمام میشه. من خیلی خوابم میاد، ساعت 2:23 است و واقعا میخوام دوش بگیرم، چون حس میکنم اگه نرم دوش بگیرم همینو میخوابم. برای اینکه بمونم تو چالش میرم یه دوشی میگیرم سریع، با اینکه 2:30 صبح نباید این تایم بریم دوش بگیریم، مردم اذیت میشن همسایه‌ها. ولی میرم یه دوش یه روبه میگیرم بین نیمه، بعد میام. یعنی جام جهانی از اینجا شروع میشه که اسطوره‌ها میخوام بازی کنم. مسی داره میره و واقعا این بازی میچسبه. آقا در این بین من اگه یادتون باشه گفتم که تو ویدیو قبلا یوتیوبر بودم و 64 تا ویدیو گذاشته بودم. یکی از ویدیوهایی که با یکی از بچه‌های اون موقع کار کرده بودیم هنوز بود، داشتم اینو میدیدم الان که فورتنایت داشتیم بازی میکردیم اون موقع. اینجاش خیلی باحال بود. اینجا ادیتش خیلی باحال بود. 30 ساعت شده که نخوابیدم و دقیقه 73 آرژانتین الجزایر. 30 ساعت رو فکر کنم نهایت بتونم تا 40 ساعت بخونم، ولی ببینم چی میشه. خیلی خوابم میومد، یه نیم ساعت پیش پا شدم یه وری با مام رفتم خوابم ببرم. اینه بازی هتریک کرد مسی. 6:33 است. ساعت 7:25 الانم یه آبی به صورتم زدم و دوباره درست کردم. با سرم پرید. میخوام برم زبان میخونم الان باز 8 صبح. نمیدونم چرا این 2 روزی که دارم چالش میگیرم هیچ اتفاقی خاصی نیفتاده، نه بیرون رفتم نه کاری کردم، همش تو خونه بودم. خیلی جالب. ساعتم 9:43 است و
33 ساعت از چالش گذشته. حالا اگه بخوام بگم تو این چالش چه اتفاقاتی افتاد و اثراتش روی من چی بود، تا الان هیچی. واقعا مثلا گفته بود از دست رفتن حافظه کوتاه مدت که اینجوری نشد، تو حرف زدن مشکلی ندارم، خیلی اوکی، فقط خستم یکم، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده اونجوری که میگفت. ساعت 4 خیلی خستم و اصلا جون ندارم، حالم خوب نیست، هیچ کاری نمیتونم بکنم جز دراز کشیدن. تا الان دراز کشیده بودم این استاب. 3 ساعت و نیم دیگه مونده تا پیش 2 روز. خب ساعت 5:58 است، 1 ساعت و نیم دیگه مونده تا چالش بشه. 2 روز که نخوابیدیم و اگه بشه ادامه‌ش میدم. خب ساعت شد 8، نیم ساعت دیگه بازی پرتغال شروع میشه. بالاخره سلطان میاد بازی میکنه. 48 ساعت و نیم بیدارم. باز الان در بازی پرتغال یکم انرژیمو بالا نگه داشتم، ولی سرم شدید درد میکنه. بریم بازی پرتغال رو ببینیم. 50 ساعت میرسونم انشالله. دقیقه 13 بازیه، خیلی بازی قشنگه. مگه میشه نبینی بازی پرتغال؟ همین الان رکورد زدم، گل زد. همون همیشگی کاپیتان هری کین، انگار که ناجی همیشگی واسه اوناست. عجب بازی این انگلیس کرواسی، خیلی بازی قشنگی. از بازی پرتغال خیلی قشنگه. بازی پرتغال واقعا بازی قشنگی نبود دیگه، خودمونیم. این بازی رو مثل بازی پیش بازی نکردم، بازی قشنگی نبود. خب اینم از بازی انگلیس و کرواسی. عجب بازی بود، با اختلاف بهترین بازی مرحله گروهی جام جهانی تا الان بود. خیلی بازی قشنگی بود. دقیقه 90 6 دقیقه هم اضافه دادم. خب آقا 2 روز ما تموم شد، 2 روز کامل بیدارم، به علاوه اون 2 روز 6 ساعت هم اضافه است. یعنی من 7 و نیم 2 روزم تموم شد. الان ساعت 1:25 است. ساعت دقیقاً شد 2:30 و 55 ساعت از زمان شروع چالش گذشت. 55 ساعت بدون خوابیدن و بدون ذره چرت زدن و اینا دوام آوردم. سردرد زیادی دارم، یعنی اگه سردرد نداشتم بازم میتونستم ادامه بدم. من واقعا سرم درد میکنه. بچه‌ها خواستم یه چیزی بهتون بگم. من یوتیوب موقعی شروع کردم که الان به یوتیوبرهای ایرانی درآمدی نمیده. حالا درسته مثلا شرایط مانیتایز شدن رو ندارم، ولی اگه داشتم هم اینجوریه که درآمدی نمیده به یوتیوبرها. برای همین از روی علاقه خیلی زیادی که به یوتیوب و تولید محتوا داشتم اومدم. خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو دیدید، خیلی لطف کردید. سابسکرایب یادتون نره و یه کامنتتون یا یه لایکتون خیلی منو خوشحال میکنه، خیلی زیاد و خیلی انرژی میدین و مطمئن باشید هر انرژی هم که بدین میگیرین. هر جای دنیا که باشین به هر طریق و روشی از جاهای مختلف زندگیتون اون انرژی برمیگرده بهتون. مراقب خودتون باشید. 55 ساعت نخوابیدیم و بیشتر از این هم میشد، اما خب همونجوری که گفتم سردرد داشتم. مرسی که این ویدیو رو دیدید. فعلا.